دوشنبه، یا میتونیم بگیم دوشنبه. دو نمود نوشته می شود. پایتخت کشورمان شهر دوشنبه. دوشنبه یا دوشنبه، حقیقت آخرش، یا آخرش یا آخرش ه. عاصمت تاجیکستان و اکبر مدنه. ترجمهش: دوشنبه پایتخت و بزرگترین شهرهای تاجیکستان است. دوشنبه پایتخت و بزرگترین شهرهای تاجیکستان است. اعرابش چنین است: دوشنبه مبتدأ مرفوع و علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت الحکایتی. این یکی از اعراب‌های کلمه دوشنبه می باشد. پس کلمه دوشنبه این کلمه غیر عربی است، یعنی که این اعراب ترجمهش چنین است: دوشنبه مبتدأ مرفوع، یعنی مبتدا است و مرفوع هست، و علامت رفعه الضمة المقدرة، یعنی که علامت رفعش ضمه تقدیری هست، مقدره است، یعنی تقدیری است، ما با چشم نمیبینیم. منع من ظهورها، یعنی منع کردگی هست آشکار شدنی حرکتی آخری کلمه دوشنبه را اشتغال المحلی، یعنی بند بودن جا، بند بودن مکان به حرکت الحکایت، یعنی به حرکت حکایت. یک نمود کلمه ها را در زبان عربی میگویند حرکت حکایت. حرکت حکایت یعنی چی؟ حرکت حکایت یعنی که مقصد از حکایت، حرکت حکایت در نحو نقل ما قیل کما قیل، یعنی که نقل کردن آن چیزی که گفته شدگی است انا همون طور، یعنی چی طوری که همون کلمه را همون اهل زبان تلفظ میکنند انا همون طور تلفظش میکنیم. حرکت آخرش را میگیم که حکایه، یعنی تقدیری میگیریم، میگیم من من ظهورها اشتغال المحلی به حرکت الحکایه، یعنی حرکت حکایت آشکار شدن آخر این کلمه را منع کرد که ما تلفظش بکنیم. ای ایراد اللفظ المسموع على هیئته من غیر تغییر فیه، این همون کلمه را چی طوری که شنیدیم انا همون طور میگوییم و اعرابش تقدیری میشود. پس منع من ظهورها اشتغال المحلی به حرکت الحکایتی می باشد. پس یعنی که اون کلمه را ما یکان حرفش کم زیاد نمی کنیم و تلفظش را تغییر نمی دهیم و اعرابش را تقدیری می گیریم. این یک نمود اعراب کلمه دوشنبه. و این کلمه دوشنبه یا به مثل کلمه دوشنبه اون کلمه هایی که در آخرشان یا دارند، مثلا هر کلمه که در آخرش یا دارد، دوشنبه یا مثلا شوقی، حمدی، رمزی، به مثل اینها، این کلمه ها اعرابش چی طوره که از همون کلمه را شنیدیم ما از صاحب همون کلمه ها، یعنی که از کدام زبانی که باشد، مثلا دوشنبه کلمه فارسی است، تاجیکی است. پس انا همون چی طوره که شنیدیم انا همون طور ذکر میکنیم، انا همون طور بیانش میکنیم. پس اعراب این کلمه بعضی علما میگویند یا بعضی ها میگویند که به مثل اسمی منقوص اعراب میشود، به مثل اسمی قادین. اما این بسیار بعید است کلمه دوشنبه را به مثل کلمه قادین اعرابش بکنیم. به مثل اسم منقوص اعراب کردن این کلمه دوشنبه را، یعنی که حرف آخرش را، حرف یا را حذف میکند، این بسیار قبیح است
و این قبول نیست. بعضی علما گفتگی هستن اما قبول نیست. و دومین اعرابش میگویند که به مثل یای نسبت اعراب می شود، به مثل یای نسبت اعراب می شود، یعنی دوشنبیون، یعنی به مثل یای نسبت دوشنبیون، یعنی یا را شده میکنیم و حرکتش شود به مثل کلمه عربی اعرابش میکنیم، دوشنبیون، دوشنبیان، دوشنبیین، این طور. اما این هم قابل قبول نیست و این هم یعنی که کلمه دوشنبه را تغییرات وارد کرد، این هم قابل قبول نیست. اما بعضی ها گفتن که هستن هم این طور. اما این اعراب هم اگر این طور اعرابش کردیم اعرابش ظاهری میکنیم. اگر کسی که این طور اعراب کند ظاهری اعراب میکند، دوشنبیون مبتدا مرفوع علامت رفع ضمه ظاهره، دوشنبیان مثلا منصوب علامت نصب الفتحه ظاهره، دوشنبیین مجرور علامت جر الکسره ظاهره. یعنی به مثل کلمه اسمی که با یای نسبت پیوست شدگی هست یا یای نسبت که در آخر اسم پیوست شدگی است، به مثل همون اعراب کرده میشد. اما این بسیار بعید است، دور است. یا گفتیم به مثل قادین شود، اگر در این صورت حالت رفع و حالت جرش تقدیری هست، حالت نصبش ظاهری است. پس میگوی دوشنبین، دوشنبین حالت رفع و جرش دوشنبین میشود، حالت نصبش دوشنبیان. پس این طور اعراب میشد. اما این هم گفتیم بعید است. اما سیوم حالتش که این کلمه را چطوری که اعرابش رو من اختیار کردم و نوشتم، این سومین حالت است که علما گفتگی هستن، یعنی که مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت الحکایتی. انا همین اعرابش بسیار اعراب به حق نزدیکتر و بهتر و خوبتر است که کلمه را ما تغییر نمیتیم. یعنی که ببین کلمه دوشنبه اگر بود دوشنبیون، یعنی عجیب میشود از کلمه‌ای که ما و شما تلفظ میکنیم از او بیرون شد. یا بگوی دوشنبین، اینم عجیب میشود و مثل قادین اگر اعرابش کردی. به هر صورت همین سومین حالتی که اختیار کردم منو براتون اعرابش رو تقدیم کردم، همین منع من ظهور اشتغال المحل به حرکت الحکایتی، همین بسیار موافق و مناسب است در اعراب کلمه دوشنبی. پس این بود اعرابی دوشنبی اگر با یا نوشته شود. سه حالت اعرابی داریم و بهترینش همون حالتی سوم هست. و این را با چی قیاس میکنیم که میگیم که این طور است؟ یعنی علما یا کلمه دوشنبه را دربارش گپ زدن؟ نه، مثلا کلمه را که گفتن در آخرش مضاف شود به یای متکلم، مثلا آدم یا مرد نامش غلامی باشد، غلامی، اعرابش همین اختلافاتی که بیان کردیم به مثل همین است. پس میگه جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. در هر سه حالت میگیم من من ظهورها اشتغال المحل به حرکت الحکایتی. پس علما یعنی درباره این گپ زدگی هستن. پس ما این کلمه دوشنبی را با کلمه یک آدم مثلا نامش غلامی باشد با اون قیاس میکنیم، مقایسه میکنیم و اعرابش بیان میکنیم. ابو بشر رحمه الله میگوید که ولو سمیت رجلا بغلامه او غلامیهما، میگه یک انسان را اگر نامش را غلامیهی یا غلامی اگر که نامبر کردی و نام گذاشتی، لم تحرف واحدا منهما عن حاله، یعنی که حالت آخرش تحریف نکن، دگرگون نکن. میگه غلامیهی باشد غلامیهی، غلامی باشد غلامی، غلامیهما باشد غلامیهما. خیلی که هست میگه همون طور باید بیستد. قبل ان یکون اسما و ترکته ولا ترکته على حاله الاولی فی کل شیء. پس ابو بشر میگوید در هر حالت اعرابش به حال خودش بگذار، یعنی حکایتی بیانش کن. بگو من هم ظهور اشتغال محلی به حرکت الحکایتی که در کتابش الکتاب جلد 2 صفحه 227 این سخن را گفته است. و همچنین ابو العباس مبرد رحمه الله میگوید که در کتاب المقتضب در جلد 1 صفحه 35 میگوید اذا سمیت رجلا لتقم او لتقم او لم تقم او ان تقم اقم فالحکایتو. میگه آدم مثلا نامش بموند لتقم، یا آدم نامش لتقم مون، یا آدم نامش لم تقم مون، یا آدم نامش ان تقم اقم مون. مثلا آدم که نام گذاشت نامش را، میگه فالحکایتو. پس اعرابش اعرابی
من همین ظهور اشتغال المحلی به حرکت الحکایه اعرابش که میگد، این قولی مبرد هست. لانه عامل و معمول فیه اذا جئت بالعامل معه، زیرا که خودش عامل و معمول است. وقتی که عامل میاری، مثلا آدم نامش لتقم باشد، میگه جاء لتقم، رأیت لتقم، مررت بلتقم. ببینید در هر سه حالت اعرابش چی است؟ اعرابش منع من ظهور تقدیری هست، تقدیری هست. پس میگیم منع من ظهور اشتغال المحل به حرکت الحکایتی. پس این بود کلمه دوشنبه را. یعنی چرا ما گفتیم سه قول است؟ اگه جو گرفته میدره از همین قول اولی ما گرفتیم. یعنی دلیل من همین است که ما کلمه دوشنبه را میگیم اینطور اعراب ها میشوند. خب اکنون اگر دوشنبه با یا نوشته شد، اینطور گپ ها بوده است درباره اعرابش. اما دوشنبه به ه بنویسیمش چی؟ درباره دوشنبه اگر به ه نوشته شود، عالما همچنین میگویند دو اعراب دارد، سه تا نه بلکه دو تا اگر با ه نوشته شود. پس دوشنبه اسم مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدأ. ببینید اسم مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا اعرابش کردم. این اعرابی دوم هست. اعراب یکم چی است؟ اعراب یکم میگوید دوشنبه این به مثل، یعنی که اعرابی منع من ظهور اشتغال المحل به حرکت الحکایتی هست، و مثل یعنی که حرکت حکایت منع کردگی هست. بعضی علما این طور گفتگی هستند. پس اگر که این طور بگیم، پس میگیم که دوشنبه هم اعراب بالاگی را میگیم مبتدا مرفوع و علامت رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل به حرکت الحکایتی. این اعراب یکم هست درباره دوشنبه. اما من اعراب دویم رو اختیار کردم، اسم مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. یعنی من مبنی گرفتم، دوشنبه را مبنی گرفتم. پس این را دلیلم چی است؟ چرا من این کلمه را اینطور اعراب کردم؟ یعنی که آیا کدام عالم درباره این طور کلمه گپ زده است؟ بله، بسیار عالما، با مثل کلمه ابن سیده یا کلمه ابن ماجه. ببینید ابن سیده، ابن ماجه اعرابش میگه مبنی علی سکون هست، یا سیبویهی مبنی علی کسر هست. خلاصه این مبنی هست میگوین. پس ما این رو از همون جا گرفتیم و گفتیم دوشنبه اسم مبنی، یعنی قیاس کردیم به همون، گفتیم دوشنبه اسم مبنی علی سکون فی محل رفع مبتدا. و اون حرکت حکایت رو از کجا گرفتیم؟ حرکت حکایت رو خود همین کلمه ابن ماجه یا کلمه ابن سیده، بعضی علما میگن اعرابش اعراب تقدیری است، منع من ظهورها اشتغال المحل به حرکت الحکایه است. بعضی علما این گپ رو گفتگی است. پس ما از همون جا این کلمه ها رو گرفتیم و قیاس کردیم به همونها، زیرا که آخرش هرش یک است. ببینید ابن ماجه آخرش هی ساکندار دارد، ابن سیده آخرش هی ساکندار دارد، و دوشنبه آخرش هی ساکندار دارد. پس هرش یک خیل است در تلفظ. پس از این حساب ما این را میگیم مبنی علی السکون، مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدأ. پس این بود کلمه دوشنبه یا دوشنبه اعرابش. با همین این کلمه را خلاص کنیم. هر این کلمه ها، چی دوشنبه با یا بنویسیم، چی دوشنبه با ه بنویسیم، هر دینا مبتدا بوده اند. پس مبتدا هست، یعنی یکش می نویسیم، نه اینکه هر دوشه. اما من طریق نوشت دو نمود کی بود، از این حساب در جمله هر دوشه یک جویه نوشتم و در داخل قوس گرفتم که اینش یک کلمه است و اینش دیگر کلمه، یکش می نویسیم، نه هر دوشه. عاصمت تاجیکستان. اکنون عاصمت رو اعرابش چی است؟ عاصمت خبرون، زیرا که دوشنبه اگر مبتدا کی باشد، عاصمت چی می شود؟ عاصمت خبر می شود. عاصمت خبر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره و هو مضاف. پس کلمه عاصمت مضاف است، اولا خبر است و پس مضاف است. تاجیکستان، ببین آخرش فتحه میگیرد. تاجیکستان مضاف الیه مجرور بالمضاف. تاجیکستان مضاف الیه هست، مجرور شده است به سبب مضاف. و علامت جره الفتحه، علامت جرش فتحه است، نه اینکه کسره. ببینید
علامت جرش فتحه شد. چرا؟ نیابتا عن الکسرتی، زیرا که نایب از جای کسره شدگی است. لانه ممنوع من الصرف، زیرا کلمه تاجیکستان ممنوع من الصرف است. للعلمیت والاعجمیت، یعنی سبب ممنوع من الصرف بودنش علمیت و عجمه می باشد. پس تاجیکستان ممنوع من الصرف است، مجرور علامت جره الفتحه نیابتا عن الکسرتی می باشد. پس تاجیکستان اعرابش مضاف الیه مجرور بالمضاف و علامت جره الفتحه نیابتا عن الکسرتی لانه ممنوع من الصرف للعلمیت والاعجمیت. پس این بود اعراب کلمه عاصمت تاجیکستان. پس اکنون ما مبتدا و خبر را یافتیم. دوشنبه مبتدا بوده است، عاصمت تاجیکستان خبر بوده است. و اکبر مدونیهی این چی است؟ اعرابش چی است؟ و میگوی حرف عطف مبنی على الفتحة لا محل له من الاعراب. پس واو حرف عطف لا محل له من الاعراب است، زیرا که گفتیم حرفها همشون لا محل می باشند در اعراب. اکبرو، اکبر رو اعرابش چی است؟ اکبرو میگوی اسم معطوف على المرفوع. اون مرفوع چی است؟ عاصمتو، یعنی عطف در جای عاصمتو است این کلمه اکبرو. مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف. پس اکبرو عطف در جای عاصمتو است. پس این عطف در جای مرفوع که است مرفوع است، علامت رفعش ضمه ظاهری است و مضاف می باشد. مدونیهی، مدونی مضاف الیه مجرور بالمضاف و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره و هو مضاف. پس مدونی این مضاف الیه می باشد، مجرور به مضاف شدگی است و علامت جرش کسره ظاهری است که مدونی در آخر نون کسره را ما می بینیم و مدونی باز مضاف می شود. دیدید؟ با مضاف می شود. الهاء مدونیهی، کلمه هی، الهاء ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل جر مضاف الیه. پس این مضاف الیه می شده است کلمه الهاء. پس این بود اعراب جمله دوشنبه عاصمت تاجیکستان و اکبر مدنیه. این هست اعرابش و این اعراب بسیار اعراب مفید است و اعراب است که هر طالب علم باید اینها را حفظ کند و در ذهنش بگیرد، زیرا که اینها را کمی دشوار است برای کسی که نو آموز است علم نحو را که این طور کلمه ها را اعراب کرده بتواند. پس این اعراب را در ذهنتون جا کنید و کلمه های به مثل اینها آمد میتونید قیاس کرده رفتن بگیرید، قیاس کرده رفتن بگیرید، جایز و درست می باشد. و الله سبحانه و تعالی از هر آن چیزی که گفتیم فقط به خاطر رازگی خودش بگرداند آن چیزی که گفتیم و سبب دانستن برادرها و دوستان اعراب و تحلیل جمله های عربی بگردد که برادرها و دوستا و طالب علما جمله های عربی را بتوانند اعراب بکنند. چرا؟ و قرآن و سنت را درست بفهمند و نه در فهمش قرآن و سنت دیگر افراط و نه تفرید به وجود بیاید، زیرا که افراط و تفرید از جهل و نادانی به وجود می آید. چطوری که تکفیری های خبیث را میبینیم از افراطشان به این حال افتیدند که تمام مسلمان ها را تکفیر میکنند و گروه های دیگری که مرجعه هستند و کسانی بگیم به اهمیتی در مسئله دین میکنند و فکر میکنند که دین فقط یک لا اله الا الله هست و تمام، اونها بسیار تفرید کردن در مسئله دین. چرا؟ زیرا اینکه قرآن و سنت را درست نفهمیدند. پس باید ما و شما سعی و کوشش کنیم سخن الله و پیغمبر را درست و سالم بفهمیم، هم دنیا و هم آخرتمون را بتونیم با طریق درست فهمیدن قرآن و سنت آباد بکنیم. هم دنیامون آباد می شود هم قیامتمون. اما اگر درست نفهمیدیم هم دنیا و هم آخرتمون را برباد می دهیم و هم دنیا و هم آخرتمون را از دست می دهیم. پس منظور از اعراب کردن این جمله ها و تعلیم دادن اینها، این جمله های عربی را چطور اعراب و تحلیل و بیان بکنیم، فهمیدن درستی قرآن و سنت می باشد. بارک الله فیکم
و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.